سفر گروه کره تلویزیون ورزش این نوبت به ناحیه خوالینگ ولایت ختلان است و در دوام 2 روز ما خواهیم فهمید که رشد ساحه ورزش این ناحیه در کدام سطح قرار دارد و ورزشگران این ناحیه با چه دستاوردهای از میدان بیرون می شوند. ناحیه خوالینگ ولایت ختلان سال 1903 تأسیس داده شده با مساحت 1733 کیلومتر مکعب کیلومتر کوادراتی در قسمت جنوبی مملکت در همسایگی با ناحیه بلجوان از شمال، تیمور ملیک از غرب و ناحیه‌های واسه و مومن آباد از قسمت جنوب جایگیر است. دوران صاحب استقلالی مملکت این ناحیه زیبا منظر وابسته به رشد انفراساختارهای ضروری به یکی از مکانهای دیدنی باب سیاحی تبدیل یافته است. ناحیه مذکور از 5 جماعت دهات عبارت بوده دارای اهالی نزدیک 60,000 نفر می باشد. اگر به ساحه ورزشی این ناحیه به طور مفصل نظر افکنیم، مکتب ورزشی ناحیه خوالینگ اصلا در 4 نمود ورزش، 2 نمود گشتین، گشتین ملی و گشتین جودو، فوتبال و والیبال و ششکه و شاهمات فعالیت می کند. سرآغاز انعکاس فعالیت کاری نهادهای ورزشی این ناحیه، ما به اتاقهای کاری مکتب ورزشی این مکان رفتیم، جایی که راهبران و مربیان مشورت‌های کاری خود را داشتند. ما مسئولین بخش کارگزاران و ورزشی ناحیه در 5 جماعت دهات ناحیه یعنی که شرایط‌های خوب رو بهری یعنی کار و فعالیت جوانان مهیا نمودیم و گفتن نموند که در همه جماعت‌های دهات‌های ناحیه یعنی که در تالارهای ورزشی طوری که همه ما و شما شاهد گشتیم یعنی که اون شرایط‌ها هستند که جوانان ما میتوانند در 4 فصل سال یعنی با مشغولیت‌های ورزشی دچار شوند. چطوری از جانب مسئولان نهادهای ورزشی ناحیه اشاره شد، یکی از تالارهای ورزشی دائم عمل کننده در ناحیه خوالینگ ولایت ختلان این تالار ورزشی نمودهای گشتین بود، جایی که مربیان از روی 2 نمود گشتین، گشتین ملی و گشتین جودو شاگردان را تمرین می‌دهند. ما در این تالار ورزشی 2 مربی میباشیم، من و آدمیف خسرو میباشیم که وای با نمود گشتین جودو مشق فعالیت شاگردها را میدهند، من با گشتین ملی تاجیکی. ما شاگردهای خود را از صنف 3 در این تالار ورزشی قبول میکنیم و تا صنف 11 شونه ما در اینجا مشق تمرین میدهیم اونها را. ما در طول مکتب میانه اونها را کوشش میکنیم که در سطح جمهوریوی در سطح منطقوی اشتراک کرده جایهای نمایان را گیرند. اینچنین ما همین شاگردای فعالناک داریم که در همین سطح منطقوی جمهوریوی جایزه دار گردیدند و من هم چون مربی آرزو دارم که من شاگردم در سطح جهانی جای نمایان را گیرد. گشتین ناحیه خوالینگ رو ما از پدرهامون از باباهایمون
آموختیم و گرفتیم مشق کردیم. خودم در چندین مسابقه ها اشتراک کردم. مسابقه جمهوریوی، مسابقه ولایتی، مسابقه چمپیونات اشتراک کردم. پیش وقت کشتیگیری ما حکومت شیرعلی، اودینایف احمد، اودینایف مینوج، سفرعلی مینوج هم پهلوانا بودن. حاضر حکمت عبدالرؤوف استاد من بود. وقت در دوره طلبگیم قادیروف جمشید بود. من در همین زل تالار نویای خوالین مشق میکردم. حاضر شاگردای خود رو با چمپیونات ها و دیگر جاها بردم، مدال گرفتم. ورزشگران و نفران شوقمند با ورزش در این تالار هم به واسطه از تجربه های مشق ورزی و نتیجه های اشتراک خویش در مسابقه منطقوی گفتند. سنی 13 سالگی هم مشق میکنم. من میخواهم که در گشتینگ های جهانی و ریسپوبلیکایی اشتراک کنم، جا گیرم و افتخار میکنم که من گشتینگیر میباشم. در کدام مسابقه اشتراک کردگی و چی جایهای نمایان را اشغال کردگی؟ من در مسابقه منطقوی رفته جای گرفتم، جای یکم گرفتم و میخواهم که با ریسپوبلیکایی جمهوریوی رفته جای گیرم. چهار ماه مشق میکنم. در منطقه کلوب در وزن 70 کیلو جای یکم گرفتم. شاگرد معلم اودینایف احمد میشم. در آینده میخوام در گشتینگی جدی مشق کنم و میخوام در مسابقه اشتراک کنم و سزاوار جایهای نمایان شوم. من قادر آویلال 3 سال میشد که در این ورزش مشق کنم و چی تیمور در این میخواهم رنگ امان چی در مسابقه های کلانی جای یکم گردم. من عبدالعلیم عمر، ما 3 سال شده مشق داریم و ما میخوایم در مسابقه های جمهوری جای اول را بگیریم. من میخواهم در آینده گشتیگیر نامی شوم. هدف اصلی و اصولی این مربیان متخصصان در برابر ترغیب طرز حیات سالم و عاموی گردانی ورزش البته به دستاوردها رسیدن شاگردان است. درباره چیزی که مربیان با افتخار برایمان میگفتند. ما با اودینایف خسرو کوشش میکنیم که شاگردهای ما در سطح بین المللی اشتراک کرده جایهای نمایان را گیرند. آرزوی اولین درجه من، مقصد اولین درجه من همین است. چطوری از سخنهای ورزشگران نورس و مربیانشان دریافتیم، همه زحمت و تلاش به سمت دستاورد و نتیجه های نیک است. بر زمین ناحیه زیبا منظر کوهستان دارد نفرانی را که علاقه در رقابت‌های منطقوی از خود درک دادند و به سمت قله‌های بلندتر می‌شتابند. در یک گوشه دیگر این تالار ورزشی باشد، والدان ورزشگران تا انجام فرصت برنامه‌های تمرینی وقت‌های خالی خویش را به بازی تنیس روی میز اهدا می‌کردند. یکی از چنین والدان ورزشگران نوکار امید میرزا علیه بود که تا انجام تمرین‌های پسرش بهر نگهداشت سلامتی با ذوق تنیس بازی می‌نمود. تنیس روی میز ورزش شوق‌آور میباشد که ما در این تالار مشقی فرزندهامون مشق میکنند. وقتی ما با مخلصی میایم با این ورزش مشغول میشویم. وقت خالگی خود رو با این ورزش میگذارم. من در همین گشتین ملی
و مشق ورزی کردم که در آینده پرچمبردار تاجیکستان خودم شوم. بلکه من طولی 7 سال می شود که در این رشته ورزش گوشتن ملی و زودو رقابت میکنم و در طول این 7 سال من بسیار مسابقه ها گرفتم که یک تاشون در منطقه شهر کلاب می باشد. در آنجا مسابقه منطقوی بود که اوید به گوشتن زودو در آنجا رفته سزاوار جای اول گشتم و بعد از آنجا راحت گوشتن زودو در شهر دوشنبه را گرفتم. بعد من را به شهر دوشنبه بردند. بعد من در آنجا رقابت های خود را خیلی خوب اجرا کردم و سزاوار جای دوم گشتم. من در همه جا کار میکردم، با او سخت در اون بچه من مهنت میکردم. من بردم با باوری کامل مدال آوردم از جمهوری تاجیکستان. با چند حریف گوشتن گرفت؟ مشکل ترین رقابت برای او در چمپیونات چی بود؟ مشکل ترین حریف یکم حریفش بود، شاگرد پرویز صابیرov بود. شاگردش خیلی حریفش خیلی حریف سخت بود و 5 آدم را غالب نمود. در فینال دسته پامی رو برید، چمپیون شد. در این رشته اومدم، مرا پدرم آورد که در همین رشته ورزش گوشتن ملی یعنی مشق و تمرین نمایم و پرچمبردار تاجیکستان خودم شوم. پدر من یکی از نوع ورزشش این گوشتن ملی می باشد که وی را خیلی دوست می داشت. من هم مثل پدرم می خواهم که همین نوع ورزش را ادامه دهم و از این نوع گوشتن دست نکشم، بلکه من تا وقتی هستم این گوشتن ملی خودم را دوام میدهم و میخواهم که در آینده پرچمبردار دولت و ملت خودم باشم.
مسئولات در نوحه خوالینگ یعنی انشاءات و طلارهای ورزشی ساخته موردی یعنی استفاده قرار داده میشوند و در سال 2023 گفتم میتوانیم و باعث قید هم است که یکی از صاحبکاران وطن دوست زیر سیاست خیراتمندانه روبر دولت یعنی حسنف عبدالله که در نوحه همساله در همه ساحه یعنی که دستگیری می نماید و در جوده یعنی که ورزش هم در سال 2023 در دو جامعات نوحه یکی در دهه چقرک و دیگری در دهه جنبخت یعنی که ساخته با استفاده دادن دو تا تالاری زمانوی بالا پوشیده که جوانای ما میتوانند در 4 فصل سال یعنی که در اونجا دچار همین مشغولیت‌های ورزشی گردند. майдончаи варзишии болопӯшидаи футболи хурд дар канори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 23 ноҳия дар деҳаи ҷонбахт аз зумраи он иншоотҳои навсохти варзишиест ки новобаста аз фасли сармо низ ин ҷо хонандагони мактаб вақтҳои соатҳои дарсии фанни тарбияи ҷисмонӣ ба футболбозӣ машғуланд. در سال 2023 صاحبکاری وطنی حسنف عبدالله که برای ما یک تالار ورزشی با طرز زمانوی ساخته به استفاده داده است. ما درس‌های تربیت جسمانی خود را ثمراناک در داخل همین تالار ورزشی استفاده می‌بریم. چطور اشاره شد با فراهم گردیدن شرایط‌های مساعد ورزشی در این مناطق کوهستان نمادهای مختلف ورزش میان اهل جامعه از سالیان مکتبخوانی موقع خاصه خود را پیدا می‌کنند. این هم الکی بهر رسیدن به دستاوردهای ورزشی در سطح محل کمک نموده به این وسیله میتوان به نتیجه‌های دیگر نیز رسید. خوانندگانی ما باشد در مسابقه گوشتین در بین نورسان جوانان در نوحه خودمان 5 مدال جای یکم مدال طلا رو صاحب شدند. 4 نفر گشت باشد مدال دوم مدال مقصد نقره رو صاحب شدند. ما در آینده کوشش میکنیم که خوانندگان ما در چورابینی ها رفته اشتراک کرده نام مکتب نام دهات خود رو بلند بردارند. این هم ورزشگاه مرکزی ناحیه خوالینگ با گنجایش 5000 جای نشست بوده سال 2019 مورد استفاده قرار داده شده است. در این ورزشگاه دسته فوتبال محلی ناحیه تحت عنوان مونگ بازی‌های خانگی خویش را در لیگ دیوم منطقوی ختلان دایر می‌کند. تا آغازیابی بازی‌های موسم نو لیگ دیوم کشور ورزشگاه به قول مسئولان باید به طور پوره بهر قبول رقابت‌های منطقوی آماده شود. وظیفه ما از تازه نمودن ورزشگاه علف شد سیزونی می‌درویم 7 بار 8 بار می‌درویم او می‌مونیم خیلی تازگی اوضاع ورزشگاه در ورزشگاه ماه مارس سر می‌شود و تا ماه ایون دوام می‌کنه بعد با یک ماه در بین چی می‌شود تنفس می‌شود و بعد دوره دیگه سر می‌شود که ما با هم یعنی بازی‌ها آماده ایم که بیان در اینجا با بازمی
بازی فوتبال با چرابی نوروزی میشه و گوشتینگی میشه. اونجا ما هر سال میز گرمیم در اینجا. خیلی فعالیتش 2 سال که باشه یکی با این کوریتو ما بازی ها را وقت رفت نیست. برنامه رشد فوتبال محترم رئیس نویای خوالینگ هم ما رو دستگیری نمودن و در سال 2024 ما کوشش به خرج میدیم که دسته فوتبالوزان مونگ یعنی رفته در لیگ دیوم بازی‌های خوب نشان دهند و جای افتخار رو سزاوار شوند. همین حال دسته مونگ نویای خوالینگ در لیگ دیوم ولایت خدلان در جای 11 رو یعنی کسب کردن و کوشش می‌نماییم که نه جای 11 12 بلکه جای افتخار رو در این سال یعنی که کسب نماییم. میشود در مکتب ورزشی نویای خوالینگ تحت مربیان اسلامدین خال و استاد ادینه خسرو در طلای ورزشی نویای خوالینگ مشق تمرین میکنند. در مسابقه های ولایتی و جمهوری 15 مرتبه اشتراک نموده سزاوار جایهای یکم و دیوم گردم. در آینده آرزو داریم به مثل جان پهلوان سلیمانی رحیم و خواجه داده بیروز که و همچون برادر خودم که در چمپیون جهان نیست هم با جایزه‌دار چمپیون جهان میباشد اشتراک نموده پرچم ملت را بلند برداریم. همین خیلی است که همین منطقه خوالینگ خیلی منطقه پهلوان پروره. پهلوان خیلی پهلوان پروره. بعد در اویلای ما خیلی خودم که همین باید چیز سخت سر کار میگیرم. خیلی من همون ورزش دوست میدارم، اصلا گوشتی دوست میدارم. خیلی فرزندای من به همین راه رفتگی هم. وقتی که فرزند ذوق داره ما در کدوم ساحه ذوق داره اصلا ورزشکاران میگه ما امروز در هم ساحه دستگیری میکنیم. در هم راه که مثلا امروز کمبودی نشده که مثلا امروز با موفقیت پیدا کنند. خیلی فرزند پیشتر جمعه حسن خیلی همه میشناسن. خیلی علاقه موقع خودش یافتگی است. قابل قید است که برادر کلانی رسول حسن جامی حسنوف از زمره موفق‌ترین ورزشکاران ناحیه خوالینگ دانسته می شود که از دهه دارابی خوالینگ کوهستان تا به میدان‌های بین المللی راه یافته و ننگ و نام از وطن برداشته است. رسول حسن نیز در برابر جامی وقت انتخاب ورزش پیوسته از دستگیری‌های والدین برخوردار بوده. پدرش در وقت تمرین‌ها و حتی اشتراکش در مسابقه‌ها همیشه او را دستگیری می‌کند. من خودم میرم مشت چی میکنم در تحت روبری معلم اسلام مشت میکند. اسلام باید خسرو مشت میکند در طلوع ورزشی. اما معلم و آیم بچه ما میندارن. خیلی در چندین مسابقه سطحی جمهوری ولایتی اشتراک کرده صاحب خیلی چیز داره مدال شده موفقیتش خوبه. من باوری دارم که هم در آینده با مانند فرزند دیگریم همین سطح بلند مثل تو جزوی چمپیون جهان صاحب میشود.
یکی از نقطه‌های مهم در رشد ورزشگری کسبی در برابر تمرین و زحمت‌های همیشگی و دستگیری‌های نفران نزدیک این البته که غذای سالم است، چیزی را که در محیط کوهستانی وطن به زودی میتوان پیدا کرد. اساسا در این ورزشگرم خورد خوراک ما ای خوراکای بگیم که همین سینتتیکی قریب دست کشیدگی خوراکای ملی مثلا شکر و قروت و فطیر مسکه همین چیزا همین زور استفاده میبرم. خیلی خوالین همین گاو که نداشته باشی گاو داریم همین مثال تخم طبیعی تخم مرغ خانگی همین چیزا ما استفاده خیلی در خوراکای هم اهمیت میتم که باید کدوم نوع خوراک زودتر استعمال کنم. از همه خوراک این نازیده من این قروت ها می باشد که مادرم این را در سطح عالی یعنی تیار میکند و این از همی طبیعتا از همی محصولات های طبیعی ترکیب یافته است و ما بسیارتر قروت ها و شکر ها استعمال میکنیم. اینجا مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 4 به نام رحیم همراه واقع در دهات لاهوتی ناحیه خاولینگ است، جایی که در ردیف تعلیم فنهای مختلف مکتبی خوانندگان وقتی درس‌های تربیت جسمانی از مشغولیت‌های فوتبال، بسکتبال و والیبال و ششکه و شاهمات بهره برند.
هر روز هم خیلی مشق تمرین می‌نماییم که در مسابقه بیرون از جمهوری اشتراک نماییم، سزاوار جای‌های نمایان گردیم. از طرف بخش کار جهان نویا هر سال 2-3 مرتبه خیلی مسابقه می‌گذارد. ما در آنها اشتراک می‌کنیم، سزاوار جای‌های نمایان می‌گردیم. بار اخیر همین در مسابقه بین مکتب بچگان بود، اشتراک کرده سزاوار جای اول گشتیم. تشکیل گردیدن گروه مخصوصی ششکبازان و شاهماتبازان از حساب دختران مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 را مسئولان نهادهای ورزشی ناحیه از نتیجه های چشمرس کار خویش دانسته امید دارند که محض این گل دختران در آینده نزدیک می توانند در مسابقه های سطحی بلندتر از روی این نمود ورزش ذهنی سزاوار کامیابی ها شوند. خوانندگان البته که از تشکیل شوی چنین گروه های مخصوص ورزش ذهنی به نهایت شادند. در حقیقتا در منطقه یعنی که کوهستان در اکثریت منطقه دسته‌های بانوان وجود ندارند و بعد از دستور سپارشی پیشوای معظم ملت باید فراگیر نمودن جوان دختران در این ساحه ورزش مسئولین بخش کارگزاران ورزش ناحیه خوالینگ در یکجایی با مؤسسه دولتی مکتب ورزشی ناحیه یعنی در ناحیه خوالینگ یک گروه جوان دختران را ما جلب کرده توانستیم در همین گروهی ششکبازان ششکا و شاهمات و در این گروه ششکبازان ما در اکثریت مسابقه ها اشتراک نمودن علاوه خصوص در جام وزیر کارهای داخلی که در ناحیه خوالینگ شده گذشت جای یکم را اشغال نمودن و بغیر از این ما کوشش به خرج میدیم و در آینده هم کارها رفته ایستادن باید که در ناحیه خوالینگ ما یک گروهی جوان دختران از نمودی والیبال و فوتبال را یعنی افتخار از آن دارم که پیشوای ملت با ما دختران چنین غمخواری ها را پیشکش می نماید و من از بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه مینه‌داری خود را ظاهر می نمایم که با ما چنین مسابقه ها را پیشکش می نمایند. ما در بین دیگر دختران ناحیه در مسابقه جام وزیر اشتراک نموده جایهای افتخاری را سزاوار گشتیم. نقطه اخیر سفر البته که این جنبه نقشه کاری بود و مسئولان ساحه ورزش ناحیه خوالینگ نیز در رفت صحبت‌ها عاید رشد ورزش از نقشه های آینده سازی خویش گفتند. با قول مسئولان ورزش این ناحیه 16 مدال ارزشمنده که سال 2023 از جانب ورزشگران ناحیه خوالینگ از مسابقه های مختلف سطحی منطقوی و جمهوریوی به دست آمد، سال 2024 شماره چنین دستاوردهای نظررس ورزشگران باید که باز هم زیادتر گردد.